سلام دوستان، با اولین خلاصه فیلممون در خدمتتون هستیم. اینجا کانال ریکاپولوژیست و خیلی خوش اومدید. لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب کنید. فیلم امروزمون میلرز گرل محصول سال 2024 هست و امتیاز IMDbش 5.2. مدت زمان این فیلم هم 1 ساعت و 34 دقیقه است. پس بریم که شروع کنیم. توی این فیلم چهارشنبه تخس یعنی همون ونزدی یا جن اورتگا بازی میکنه. نقش خیلی فوق‌العاده‌ای داره. نقش اصلی بعدی هم هابیت دوست داشتنی و دکتر واتسون همیشگی مارتین فریمنه. نقش ایشون هم خیلی خوبه. این فیلم به سبک داستان شنل قرمزی شروع میشه و یه دختر 18 ساله‌ای تنها به نام کایرو که خانواده‌اش اونو تک و تنها توی ایالت تنسی رها کردن رفتن پی کار و زندگی خودشون یعنی وکالت رو بهمون نشون میده که داره با دامن کوتاه و کوله پشتیش به مدرسه میره. اون عاشق نویسندگی و از شلوغی متنفره. برای همینم داره 1 ساعت زودتر و از مسیر جنگل به مدرسه خودش میره. اون به پیشنهاد دوستش وینی توی کلاس جاناتان که هم معلم و هم نویسنده است ثبت نام کرده. در ادامه با وینی و جاناتان آشنا میشیم. وقتی کایرو به مدرسه و کلاسش میرسه، با جاناتان روبرو میشه. اونا راجع به سختی مسیر مدرسه و فاصلش با خونه صحبت میکنن و باب اولیه آشنایی شاگرد و معلم باز میشه. بعد از باز شدن اولین باب آشنایی جاناتان و کایرو، اون یه لیست بلند بالا از کتابای این ترم به کایرو میده. این لیست شامل 12 تا کتابه ولی کایرو میگه همه اونا رو خونده و با این جمله باعث میشه کل برگای جاناتان بریزه. بعد از تموم شدن صحبت‌های جاناتان و کایرو، وینی وارد میشه و بعد از یه سری کسکلک بازیای دخترونه، وینی به کایرو میگه بریم با هم دیگه یه چیزی بخوریم. کایرو هم قبول میکنه و با هم دیگه میرن تا یه چیزی بخورن. وقتی دختر از کلاس خارج میشن، کنجکاوی جاناتان گل میکنه و میره سر میز کایرو تا از سلیقه و کتاباش سر در بیاره. یکی از اونها رو برمی‌داره و همینطور که داره میخونه یه دفعه بوریس که رفیق جاناتان و همکارش هم هست وارد میشه و کسنمک بازیش گل میکنه. بوریس اون کتابی که جاناتان داشت میخوند و برمی‌داره و قسمت‌های مثبت 18 شو بلند میخونه تا شرف جاناتان رو گچی کنه. همینطور که داشت به کسنمک بازیش ادامه میداد، یه دفعه یه کتابو بین کتابای کایرو میبینه که نویسندش جاناتان میلره و باید بدونید این دفعه دیگه پشمای جاناتان واقعا اپیلاسیون میشه. وقتی جاناتان به خونه میرسه، قصد داره یه شام 2 نفره خوب با همسرش داشته باشه، اما همسرش غرق در کار و تمام فکر و ذکرش درگیر کارش شده. وقتی جاناتان قصد داره به همسرش بگه یکی از شاگرداش یکی از کتاباشو داشته، یکی از همکارای همسرش باهاش تماس میگیره. راستی اسم همسرش هم بیتریسه. وقتی جاناتان و بیتریس در حال خوردن نوشیدنیاشون بودن، دوباره خرمگس معرکه پیداش میشه و با بیتریس تماس میگیره. جاناتان هم یه جمله میگه که توش دالگ و این چیزا داره ولی دقیقشو نمیدونم. توی صحنه بعد جاناتان داره به بوریس توضیح میده که چطور همکار بیتریس شب اونا رو خراب کرده و بوریس هم اونو به سخره میگیره. در همین حین سوگلی جاناتان از سمت جنگل بهشون نزدیک میشه. جاناتان هم با دیدنش به فکر حرفای دیروزشون میفته. کایرو بهشون نزدیک میشه و سلام و احوالپرسی میکنه. و جاناتان هم که دیشب به لطف همکار همسرش ناکام مونده بوده، سعی داره بگو بخند کنه و با یه سری سوالای معمولی شرایط عادی جلوه بده تا یه وقت آبروش پیش شاگرد خودش نره. توی صحنه بعد وینی دفتر و دستکش روی زمین میریزه تا توجه بوریس رو به خودش جلب کنه. بوریس هم میاد پیشش تا ببینه دردش چیه، ولی وقتی میفهمه اون قصد داره مخشو بزنه استغفرالله گویان صحنه رو ترک میکنه. بعد کایرو وارد صحنه میشه و با وینی راجع به بوریس صحبت میکنن، از همون مکالمات دخترونه‌ای که همه میدونن. بعد از اینکه سبزی پاک کردنشون تموم میشه، با هم دیگه میرن تا باز یه چیزی بلنبونن. اینا هم که همش در حال لنبوندنن. توی صحنه بعدی وینی به کایرو میگه مردای مسن رو ترجیح میده و برای همینم سعی داره مخ معلما رو بزنه. وینی بحثشون رو از بوریس به جاناتان میکشونه. بعدم برای کایرو از توجهات جاناتان بهش میگه و اونو خجالت زده میکنه. ولی با این کارش آتیش یه کار ناپسندم توی دلش میندازه. حرفای وینی روی کایرو تاثیر میذاره و تمام توجهاتش به سمت جاناتان میره، طوری که سر هر کلاس عاشقانه مات و مبهوتش میشه. یه روز جاناتان موقع امتحان بهش میگه بعد از کلاس منتظر بمونه چون کارش داره. بعد از کلاس جاناتان داره قرار شامش با بوریس رو فیکس میکنه و بوریس هم طبق معمول داره کسکلک بازی در میاره. جاناتان بعد از رفتن بوریس تصمیم میگیره با آهنگ تکونی بده و همین کارش باعث برباد رفتن شرفش میشه. بابا معلمام دل دارن. توی صحنه بعد جاناتان کایرو رو به خاطر مقاله‌ای که نوشته تحسین میکنه و یه تیکه از اون مقاله رو از حفظ میخونه که باعث میشه کایرو خیلی خجالت بکشه. صحبتاشون ادامه پیدا میکنه تا اینکه کایرو از خجالت جاناتان در میاد و یه تیکه از کتابش از حفظ میخونه. با این کارش پشمای جاناتان که تازه در اومده بودن دوباره اپیلاسیون میشن.
جاناتان به کایرو میگه این اولین چیزیه که نوشته و براش خیلی ارزش قائله، ولی اخیراً چیزی برای ارائه دادن نداشته. کایرو دلیلش رو میپرسه و جاناتان ازدواج شغلش و موانع نویسندگیش میدونه. بعدش هم جاناتان از کایرو میخواد یه داستان کوتاه به سبک نویسنده مورد علاقش بنویسه و اگه بتونه داستان خوبی ارائه بده، جاناتان تمام طول ترم نمرات خوبی به کایرو میده. اینطوری میشه که اونا یه پله به هم دیگه نزدیک‌تر میشن. جاناتان با همسرش و بوریس برای قرار شامشون توی رستوران جمع شدن و گارسون اون رستوران که وینی خودمونه به سمت میزشون میاد. بعد از اینکه با معلم و مربی شوخی میکنه، میگه سفارششون یکم دیرتر آماده میشه، ولی میتونن نوشیدنی سفارش بدن و مهمون وینی باشن. بعد از رفتن وینی، بیتریس از جاناتان میپرسه این همون دختریه که کتابتو داشت؟ جاناتان هم میگه نه، اون یکی کایروه. بیتریس از جاناتان میپرسه کایرو دختر خوشگلیه یا نه؟ جاناتان هم بعد از یه مکث کوچیک میگه خیلی با استعداده. توی صحنه بعد میبینیم کایرو به مراسم شعرخوانی اومده و داره خدا میکنه که جاناتان اونجا باشه. جاناتان هم از پشت بهش نزدیک میشه و با هم دیگه گرم صحبت میشن. یه نفر به اسم الیوت که فکر کنم از نوادگان فردی مرکوری باشه، اونجاست و داره شعر جدیدشو میخونه. تمام حواس جاناتان به شعر الیوت و تمام حواس کایرو هم به جاناتانه. بعد از تمام شدن اون مراسم، اونا به حیاط پشتی میرن و راجبش صحبت میکنن و همون موقع کایرو تصمیم میگیره یه سیگاری هم بکشه. جاناتان هم بهش کمک میکنه سیگارشو روشن کنه. آقا جان سیگار نکشید، ضرر داره. کایرو سیگارو به جاناتان تعارف میکنه و جاناتان هم از خدا خواسته یه پک به اون سیگار میزنه. تمام این اتفاقات باعث میشه تا کایرو به توجهات جاناتان نسبت به خودش بیشتر از قبل مطمئن بشه و اون آتیشی که وینی به دلش انداخته بود شعله ورتر بشه. روز بعد کایرو با تیپ و قیافه جدیدش ظاهر میشه و برای بوریس و جاناتان قهوه خریده. الان هم شاید کسکلک بازیای شاگرد و معلم هستیم. اینجا هم همه به خوبی و خوشی دور هم سیگار میکشن. حالا هی ما بهشون بگیم سیگار نکشین. کو گوش شنوا. بعد از کشیدن سیگار، کایرو به جاناتان میگه قصد داره داستانشو به سبک هنری میلر که نویسنده داستانای عاشقانه مثبت 18 است بنویسه. ولی جاناتان میگه ممکنه براش دردسرساز بشه. اما با اصرار کایرو، جاناتان راضی میشه و بهش اعتماد میکنه. بعد از اینکه جاناتان میره، وینی میاد و کایرو رو یکم اذیت میکنه و سعی میکنه ادای اشتباهاشو در بیاره. یکم بعد کایرو متوجه میشه گوشیش توی کیفش نیست. پس وقتی به خونه‌شون میرسه، با شماره خودش تماس میگیره و جاناتان میلر گوشی رو جواب میده. دلیلش هم والا من نمیدونم. خودش توی کیف جاناتان انداخته یا جاناتان خودش برداشته، الله اعلم. بعد از اینکه با هم تلفنی صحبت میکنن، کایرو با جاناتان قرار میذاره تا گوشی رو ازش تحویل بگیره. جاناتان هم راه میفته به سمت خونه کایرو تا گوشی رو بهش تحویل بده. وضعیت آب و هوا هم طوری میشه که سگو بزنی بیرون نمیره. ولی جاناتان هر طور شده خودش رو به خونه کایرو میرسونه. کایرو با این لباس زیبا فوق العاده به استقبال جاناتان میاد و وقتی میبینه جاناتان زیر بارون مثل موش آب کشیده شده، به سمتش میره تا یه سری صحنه‌های مثبت 18 رو با هم به رقم بزنن. برو آقا، نشون نده. کافیه دیگه، بسه آقا، برو صحنه بعد، برو دیگه. روز بعد همینطور که جاناتان داره به دیروز فکر میکنه، کایرو داستان خودشو براش میفرسته. ولی بیتریس از جاناتان میخواد اونجا رو خلوت کنه تا بتونه به کاراش برسه. جاناتان هم ناراحت میشه و لپتاپشو برمی‌داره و میره بیرون. همینطور که میره یه گوشه میشینه و داستان کایرو رو پرینت میگیره تا بخونه. داستان کایرو که پر از قسمت‌های مثبت 18 بوده، جاناتان رو وادار میکنه تا خودش و کایرو رو توی ذهنش به جای شخصیت‌های اصلی داستان قرار بده. ای کلک. اینطوری میشه که این صحنه‌هایی که قرار نشونتون بدم خلق میشن. البته همه‌شو نمیتونم نشون بدم، ولی تا جایی که بتونم نشون میدم. فکر میکنم کفایت کنه همینقدر. لازم به ذکر جاناتان در حین خوندن داستان به سندروم دست بیقرارم مبتلا میشه که بین جوانای امروزی رایجه. فردای اون روز کایرو با یه ظاهر جدید به مدرسه میره، ولی وقتی جاناتان وارد کلاس میشه اصلا بهش توجهی نمیکنه و از کنارش رد میشه. کایرو دلیل این رفتارش رو ازش میپرسه و اونم داستانش رو بهش نشون میده و میگه با این داستان از کایرو حسابی ناامید شده و دیگه نمیتونه به رابطه‌شون ادامه بده. کایرو بهش میگه اگه خط قرمزی برای رابطه‌شون وجود داره بهتره بیان کنه، ولی جاناتان بهش میگه رابطه بین ما فقط یه رابطه بین معلم و شاگرده و با این وضعیت فکر نمیکنم درس منو قبول بشی. کایرو که حسابی فشاری میشه دست رو نقطه ضعف جاناتان میذاره و تحقیرش میکنه. بعدم تهدیدش میکنه تا درسشو قبول بشه و در نهایت هم داستانشو برای مدیر مدرسه میفرسته. وقتی جاناتان به خونه میرسه، قضیه درگیریش با کایرو رو برای همسرش تعریف میکنه. همسرش هم که خیلی راجع به کایرو شنیده بوده، مشتاق و مشتاق‌تر میشه. از روی همین اشتیاق داستان کایرو رو برمی‌داره و میخونه. خوندن اون داستان همانا و خلق صحنه‌های مثبت 18 همانا. اینا رو دیگه بهتون نشون نمیدم.
این ور بازارم کایرو مشغول چسناله کنار دوستش وینی بوده و در حین گوش دادن با آهنگ چنی چنی دور دور این فکر به ذهنشون خطور میکنه که چند تا عکس و فیلم اونجوری برای بوریس بفرستن و حسابی اذیتش کنن. بوریس هم خیلی حواله، فقط رو نمیکنه. در همین حین که دخترها دارن عکاسی میکنن، مدیر مدرسه با جاناتان تماس میگیره و بله، فکر کنم دیگه خودتون میدونید چی شده. مدیر مدرسه جاناتان رو به رابطه نامشروع با کایرو متهم میکنه و جایگاهش توی مدرسه به حالت تعلیق در میاد. وقتی این قضیه رو برای همسرش تعریف میکنه، حسابی ناراحت میشه و از جاناتان میپرسه واقعا چیزی بینشون بوده یا نه. اونم میگه نه، چیزی نبوده. ای کلک، ما که میدونیم و دیدیم. میخوای بزنم عقب؟ روز بعد کایرو سر کلاس حاضر نمیشه و وینی هم خیلی نگران شه چون ازش هیچ خبری نداره. پس میاد تا سراغش از جاناتان بگیره، ولی جاناتان جوابش یه جوری میده که پشیمونش میکنه چون اونم واقعا هیچ خبری از کایرو نداشته و به وینی میگه رابطه خاصی با کایرو نداره. وقتی کایرو به مدرسه میاد، با جاناتان به دفتر مدیر میرن تا قضیه رو حل و فصل کنن، ولی تک تک حرفایی که کایرو به مدیر میزنه جوریه که جاناتان هیچ دفاعی از خودش نداره و در هر صورت متهم میشه. در نهایت مدیر هیچ کدوم از حرفای جاناتان رو باور نمیکنه و اینطوری میشه که شغل و زندگی جاناتان با هم به فنا میره. عاقبت کثافتکاری همینه ها. بعد از این قضایا بوریس و جاناتان دارن توی حیاط با هم دیگه صحبت میکنن. بوریس میگه مشکل تو اینه نمیدونی خط قرمز کجاست و ردش میکنی، ولی من میدونم کجاست تو گیر نمیافتم. جاناتان هم که عصبانی بوده بوریس رو به کثافتکاری متهم میکنه و بوریس هم بهش برمیخوره و پا میشه میره. برگم شو حول. جاناتان به بیتریس میگه که از کار بیکار شده. بیتریس هم به رابطه جاناتان و کایرو شک میکنه و به اون طعنه میزنه و میگه نکنه چون از داستانه بی سر و ته خوشش میومده دلتو بهش باختی. جاناتان هم که بهش برمیخوره میگه ای ول زدی تو خال. بعد از جنگ و دعوا و بحثشون بیتریس بهش میگه چطور داستان معشوقت رو بنویسی و بعدش هم جاناتان رو ترک میکنه. کایرو با این کارش باعث شده بود جاناتان هم تنها بشه هم شغلش رو از دست بده. یعنی دقیقاً همون موانعی که باعث شده بودن جاناتان نویسندگی رو کنار بذاره از بین برن. وینی که دلش به حال جاناتان میسوخت میاد پیش کایرو و میگه این کارش ناعادلانه است. کایرو هم بهش میگه نه تنها این کارش ناعادلانه نیست، بلکه قراره توی مقاله دانشگاهیش هم داستان جاناتان رو بنویسه. در صحنه انتهایی فیلم هم میبینیم که جاناتان و کایرو با هم دیگه رو در رو میشن و فیلم همینجا به پایان میرسه. مرسی که همراه ما بودین. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و با ما همراه باشید. بدرود.